سلام دوستای گلم، به کانال آشپزی هستم. خوش اومدید. امروز اومدم برای آموزش درست کردن دنت خونگی که بچه‌ها عاشقش و پرطرفدارترین دنت هست که توی خونه به راحتی میتونین درستش کنید. 2 لیوان شیر داریم، 1/3 قاشق چایخوری وانیل، 6 قاشق غذاخوری شکر که همون 1 لیوان من استفاده کردم و 2 قاشق و نیم پودر کاکائو. سه قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، نصف 1 عدد خامه صبحانه و شروع به هم زدن میکنیم تا همه مواد با هم ترکیب بشن. بعد از اینکه کامل ترکیب شد روی شعله گاز قرار میدیم. شعله گاز رو زیاد نکنید و شروع به هم زدن میکنیم تا دنتمون ته نگیره. به این غلظتی که رسید زیرش رو خاموش میکنیم و بهش شکلات تخته‌ای رو اضافه میکنیم. نکته اصلی دنت که به وسط که بیرونی ها در بیاد اینجاست. بهش نصف لیوان آب سرد اضافه میکنیم و با همزن شروع به هم زدن میکنیم تا غلظت اصلی دنتمون به دست بیاد. من برای این مقدار دنت 1 لیوان آب سرد استفاده کردم. بعد از اینکه به غلظت اصلی رسید داخل ظرف‌های مورد نظرتون بریزید و حدود 1 ساعت داخل یخچال بذارید. غلظت مواد به این صورت. روش رو هم با هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. این همیشه یه دنت خونگی خیلی خوشمزه. حتما یک بار که شده امتحانش کنید که مطمئنم عاشقش میشید. ممنونم تا اینجا آموزش با من همراه بودی. اگر از آموزش من خوشت اومد حتما لایک کن، عضو کانال من بشو، زنگوله رو هم فعال کن. نوش جان. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.